شمع آوری رو به بالندگی، شکوهت دهد آفرینندگی. درود و پیام‌های فراوان بینندگان ارجمند تلویزیون سینما. نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است منظور شما. چون در عرفه یکی از جشن‌های بزرگ و باستانی ملی جشن صده قرار داریم، تصمیم گرفتیم با حضور دانشمند و فرهنگشناس معروف ما، خادم پیشبر علمی مرکز سیناشناسی، پژوهشگاه فلسفه و سیاست شناسی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، استاد محمد سلام مخشول، یک صحبت آرایم در اطراف حکمت و فلسفه جشن صده. ما می‌دونیم که هر پدیده‌ای که به وجود می‌آید و در قالب جشن، آیین و سنت و دین و فلسفه و حکمت ظهور می‌کند، حتما فلسفه و رمز رازی خودش دارد. در مثال همین جشن صده ما. تشکر زیاد استاد، حضور شما را گرامی می‌داریم. به برنامه ما آمدید. استاد به صفت یک فرهنگشناسی که چندین مقاله هم در این رابطه نوشتید، به زبان روسی هم نشر کردید، به زبان تاجیکی هم در سامانه‌ها و پورتال‌ها در شبکه‌های اجتماعی پخش نشر کردید. از همینجا شروع کنیم که اثر واژه یک صحبت کنیم. واژه صده که فکرهای گوناگونی در این زمینه وجود دارد. از همینجا شروع کنیم، بعد دنبال میکنیم صحبت. بفرمایید استاد. واژه صده که برای افاده چنین یک جشن خیلی معروفی آریایی مورد استفاده قرار دارد، یک پیدایش عجیبی دارد که در زمینه گویا اسطوره شناسی میشد اون توضیح داد. چگونه؟ اول همون پیدایش چرا صده میگویند؟ چون که وقتی که هوشنگ پیش داده طبق روایات، طبق اسطوره های ایرانی باستان میاد و ماری را میبیند و میخواد سنگ میاندازد که برای مار اصابت نمیکند و به سنگ دیگری بر میخورد و یک گویا که فروغ پدید میآید. همون فروغ به روسی ایسکر میگن. همون فروغ خودش گویا که آتش اول است که از اون گلخنهای بزرگ برافروخته میشوند و خداوند گویا که آفریدگار از این نیت هوشنگ پیشدادی خیلی شادمان میشود. چرا؟ چون که مار تمثیل نیروهای بدی است، نیروهایی که قبل از زرتشتی نیست به عنوان نیروهای شر شناخته میشدند و مار یکی از اونهاست. و اینکه خشونت میکند و بر مار سنگ میاندازد به عنوان پاداش برای این عملش آفریدگار یزدان دادار به او آتش را از راه می‌دارد از طریق فروغ اول. و همین فروغ اول ببینید در زبان اوستایی سطوح هست، در زبان‌های گویا که آریایی باستان سطوح هست که در روسی هم در شکل گویا که سویت مانده است. معناش فروغ است، همون فروغ اول. و جشن صده رو با برکت با شرافت همون فروغ اولی که از اون آتش پیدا شد. آتش خودش یک نعمت است که گویا یزد دادار به انسانیت ارزانی داشته است. برایش آن، برآمد آن گویا که ابتدای هم از فروغ اول است، از سطح. و جشن صده نیز به همون خاطر میگویند. ببینید فردوسی هم همین حساب میگوید که فروغی برآمد از هر دو سنگ، دل سنگ شد زان فروغ آذرنگ. و بعد میگه که وقتی خوشحال شدن که از اون آتش برافروختش، دو میگه که صده نام آن جشن فرخنده کرد و بسته با آتش با فروغ اول. این است با اندیشه من گویا که جنبه ریشه شناسی واژه صده. درست. در اسطوره شاهنامه اگر گوییم که اونش فردوسی آورده است و نام گذاشته، بنیاد نهادن جشن صده در همونجا 30 بیت است. 15 بیت ابتدایش همین مضمونی که شما همین معنا را داره. همین معنا فروغ پدید آمد از هر دو سنگ، دلی سنگ شد از فروغ آذرنگ. بله. نشد مار کشته ولیکن زیراز که از طبع سنگ آتش آمد فراز. بله، یعنی مار کشته نشد، درست است، لیکن نیت نیکی که با خاطر از بین بردن یکی از نمایندگان نیروی شر از طرف هوشنگ پیشدادی انجام شد، چنین پاداشی داشت. بله، یعنی صده به معنای ظاهر شدن و پدید آمدن روشنی است. بله، یعنی جرقه فروغ است. اول است. بله، بله، فروغ اول است. و همون در قسمت‌های بیت‌های من بعدش 15 بیت من بعد میآید در کوه آتش می‌افروزد و همینطور مراسمات دیگری این حکمت دیگری وابسته به صده است
و از همین خاطر میشد گفت که صدد جشن اتحاد است، چون که در اما کوه اول اقوام آریایی در شرق ایران شهر یعنی در این کشور منطقه ما خراسان و ماوراءالنهر رو در اینجا منطقه کوهی بودن و در فراز کوه ها آتش های برمی افروختن. هر قوم هر محل آریایی نژادان ایرانی تباران جداگانه و هزوم زیادی برای برافروختن چنین گلخن ها در نوک کوه ها برای همدیگر رو ببینند و از دو خاطر. اول همی که برای جمع‌آوری اون مقدار هیزم نیروی گویا که دست جمعی لازم بود و دوم همی که اینا گلخن می افروختن و از کوه دیگر با گلخن نظر می کردن و از کوه دیگر نیز چنین، یعنی از چندین مکان همه گلخن ها برافروخته می شدن که یعنی هم از لحاظ قومی و قبیله‌ای اتحاد می شدن در جمع‌آوری هیزم و هم از لحاظ نژادی، یعنی تمام گستره سکونت اقوام ایرانی تبار این را جشن میگیرد و این جشن گویا که تمثیل اتحاد است، تمثیل همبستگی است، تمثیل هم نوعی و هم نژادی و هم رأیی است. انا همین آنچه که شما گفتید که مثلا در همه او مشخصات سیمبولیکی که در مراسمات صدام با وجود آورده میشن، همه اینا حکمت فلسفه داره، همشون بستگی دارن با همین آتش جرقه، آتش به خورشید و به همین و همون چیز است که میگن که روز تولدی در اون آیین قدیمتر از زردشتی یک آیین مترویسم داریم، مهرپرستی داریم که روزی یک روزگی تولد شه، یکی از آیین‌های آریایی است. بله خیلی قدیم است، قدیمتر از همه دیگر آیین‌های ما هست. در اونجا همون روزی تولد یکم روز شه، آخری آذر ماه و اولی دی ماه، اونا میگیرن روز تولد یکمش میگیرن نامش موندن یلدا لوکی زویش و روز چهلم شه، چهلمین روز تولد شه موندن صده، همون جرقه که گفتید. اکنون این مثلا چیزای در اینجا چیزای کیهانی هم هست، تقویمی هست، گاه شماری هم هست. این جنبه خیلی عمیق اعتقادی نیز دارد، جنبه اعتقادی که وابسته است به شکلگیری روح ملی. چه نوع؟ تمام جشن‌های آریایی که در رأس آنها نوروز قرار دارد، از لحاظ وسعت نوروز قرار دارد، یک هدف خیلی مشترک دارند، هدف خیلی عمیق مشترک دارند. ببینید وقتی که شب یلدا فرا میرسد و تاریکی و ظلمات میاد، انسان ها برای اینکه همراهی خود را با یزید دادار نشان دهند جمع میشوند و خوشحالی میکنند. خوشحالی اینها از طریق نیایش بیشتر صورت میگیرد و شادمانی میکنند که شادمانی گویا که یک ضربه است به نیروهای شر که اونا غم و اندوه را پیشکش میکنند. و وقتی که صده میاد از طریق برافروختن گلخنهای بزرگ گویا دل سردی و ظلمات شکست دیگر، از طریق برافروختن گلخنهای بزرگ اینا همراهی خود را نشان میدن. برافروختن گلخن در گستره اولیه اقوام آریایی رایج بود، در گستره اول، در دوران اول گسترش اقوام آریایی. ببینید شاید با موضوع این ربطی دارد، گویا که پهنای امروزه جنوب روسیه و جنوب اوکراین تا نزدیکی اون بلغار و مولداوی و این منطقه نام گدرنیمی که میگن، یعنی ریشه شناسی نام رودخانه ها، دریاها. اگر اون رو ببینیم این بیانگری اون است که اجداد ما در اونجا زندگی میکردن. چگونه؟ ببینید ریشه رودخانه ها از دون، دنیپر، دونستر، دونای، دسنا، دوینا، همش ریشه دون دارد در این یا اون شکل. ریشه دون، واژه دون در زبان امروزه اسیاتیایی که میشد گفت نمونه زبانهای اولیه ایرانی تباران است، معناش رودخانه یا که آب. در ما در یک شکل باقی مونده است. دون یعنی موقعگاه آب، دونش چیزی آبدان همه. این بیانگری اون است. مکان است در ما. بله، دنیپر معناش رودخانه پرآب، دنیستر استریمیتلنی ریکا، یعنی جریانگیر، رودخانه رودی که شتابان در جریان است. یعنی اوجا این معنای اون است که اقوام اولیه آریایی تبار، ایرانی تبار در اونجا سکونت داشتن و اون میدونید که منطقه سردسیر است. بعد به سمت شرق اومدن، به آسیای میانه و
اون جنوب اورال و اونجا سکونت داشتن و برافروختن گلخن خود یک گویا که تامین رفاه است برای انسان‌هایی که در اون پهنه جغرافیایی زندگی یعنی در سردی کامل است اونجا. بله وقتی که جنوبتر اقوام ریایی به سمت جنوب حرکت کردن، آسیای میانه کنونی و افغانستان کنونی و پهنه ایران و شمال هند، گویا که این تا حدی از میان رفت. اعتبار همون آتش اولیه هیزم و لیکن سنت انعنه باقی ماند و کلا میشد گفت که تمام این سلسله جشن‌های آریایی برای شکلگیری روح مقاوم در قوم تاجیک خدمت بزرگی کردند و به اندیشه بنده یکی از علت‌ها، یگانه علت نه البته، یگانه سبب نه، لیکن یکی از علت‌های ماندگاری قوم تاجیک هم همین جشن‌ها هستند. چگونه؟ گفتیم در جشن یزدگولی از طریق نیایش هم رایی و هم داستانی و گویا که انباز بودن خود را با آفریدگار نشان میده، نه تنها بنده بلکه شریکی او در نبرد مشترک علیه نیروهای بدی. صدام همچنین. نوروز که دیگر گویا پیروزی کامل دوامی همین سلسله هست. بله همین سلسله یعنی سلسله گاه بله مهرگان که فرا میرسد شکرگزاری است از اون امکاناتی که برایشون هم از بالا از جانب دادار و هم از طریق اتحاد خودشون به دست آمد شادمانی و سرور میکنن. ببینید یعنی این سلسله جشن ها با هم دیگر خیلی وابستن و وقتی که روح مقاوم چرا میگویم بنده انسان احساس میکند که نه تنها بنده بلکه شریکی اون نیز هست در مبارزه و از این لحاظ یعنی اعتماد به نفس افزایش می‌یابد و روح مقاوم در قوم، در ملت، در هر انسان و وابسته در ملت گویا که تشکل می‌یابد. و همه خاطر میگن که نوروز و دیگر جشن‌های آریایی یکی از عامل‌های خیلی مؤثر در ماندگاری اقوام ایرانی تبار و من جمله قوم تاجیک است. ببینید که اینقدر تنها این نیست، البته ویژگی‌های فرهنگی تاجیکان، زندگی شهر محوری اونها اینا مؤثرن، لیکن جشن ها نیست. ببینید اینقدر اینا هویت جمعی میسازن. بله آنان هویت جمعی و دست جمعی میسازن. احساس منسوبیت به قوم، احساس منسوبیت به اون گروه دست جمعی که قوم نام دارد تربیت میکنن در انسان و احساس همدلی و همبستگی با تمام اعضای اون قوم و احساس مسئولیت برای دفاع از اون قوم، هم از طریق انفرادی و هم از طریق دست جمعی. این خیلی مهم است. همین بود که ببینید اقوام زیاد طی هزار ساله ها از شمال، از سردستان های سیبیر و صحرای قیپچاق ما حمله ور شدن و از ما رد شدن و از طریق ایران رفتن. فرض کردیم آسیای صغیر یک تمدن بزرگی را با نام تمدن بیزانس از بین بردن و یک اعراب جاهل خیلی نادانی که از لحاظ فرهنگی در سطح خیلی پایین قرار داشتن تمدن بزرگی را مثل تمدن مصر چند هزار ساله تمدن جهانی را اون از میان بردن. لیکن ما همچنان پابرجاییم. چرا؟ همونی که گفتیم اینا ویژگی‌های زیاد، علت‌های زیاده، سبب‌های زیادی هستن که یکی از مهمترینشون همین سلسله جشن‌های آریایی، سلسله جشن‌های اقوام ایرانی تبار است. از جمله همین صدا یکی از اونم درباره که هویت که گپ زدیم، هویت شکل میتین، هویت جمعی رو شکل میتین با همون افروختن آتش، با دعوت مردم به گرد آتش و آتش رمز قدرت هم هست. بله. نه تنها رمز گرمی بلکه رمز قدرت هم هست. هم رمز قدرت هست، هم وسیله پخته شدن خام است، یعنی کمک به انسان‌ها که از طبیعت وحشی اون چیزی که گرفتیم نرم کنیم و برای اون که گوارش باشد و برای اون که به انسان نفع بیشتری بیارد استفاده کنیم. ببینید این باستان شناسان میگن که از اون وقتی که کوزه‌های سفالی پیدا شدن از همون وقت بعد انسان از طول عمرش بیشتر شد. چرا؟ چون که پخته نمودن خام و او را کارکرد کردن و بعد خوردن این چیز دیگری است و آتش بهترین وسیله، یگانه وسیله پخته نمودن خام است.
بله 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 بله. بعد همون مثلا در همون اسطوره هوشنگ و اسطوره صده هم اگر توجه کنیم در شاهنامه که میگه که بعدی اون که رفت جشن کرد با واسطه همین کشف آتش چندین نوعی مثلا کشفیات‌های دیگر اختراعات دیگر با واسطه همین کشف از همین اون طریق آهنگری و دیگر مثلا منسوب به این مجهزاتی که مثلا برای جنگ ضرور بوده برای مبارزه تمام ابزارهایی که چی جنگ ابزارها و چی ابزارهایی که برای کشاورزی و برای شکار و تمام انواع گویا که کاسبی که در اون زمان بود از طریق آتش گویا که لب آنها همین آتش بود قلب اساسی آنها همین آتش بود که وسیله است گویا که زندگی ساز وسیله است تامین کننده رفاه و وسیله است برای تامین تجمع قوم و پیش وقتی که در باره خانواده سخن میگفتن اجداد ما میگن دودمان یعنی هم دودمان بله 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 روسا از چک میگن که از ترکی گرفتن اونو از ما دودمان میگن یعنی همون جایی که دود میبرد در اون جایی یک جمع مردمی که از لحاظ خویش و تباری با هم نزدیکن زندگی میکنن باز آتش در میان است یعنی اینجا وسیله تامین رفاه و همبستگی خانوادگی است این است منظور بسیار بسیار خوب است انما حکمت و فلسفه ای که جشن‌های ما دوران از جمله صده هم دوران نوروز هم تیرگان هم مهرگان هم یلدا همه اینها با همه عنصرهای طبیعی که مهمترینش آتش است ما 4 عنصری که میگیم که همه دنیا سازمان اقتصاد اون یکتاش خیلی مهم هم هست آتش است و حکمت هم در همین همبستگی در به هم آمدن و یک حلقه دفاعی در برابر اون خطرها و تهدیدهایی که از بیرون میشد برای انسان به وجود آوردن و اصطلاح مسئولیت یا که ایمونیتت به وجود آوردن اکنون استاد یک سوال اخیری داریم سوال هم نیست به صفت یک به اصطلاح گزارشی است که صحبت کنیم سر همین جنبه هویتی که صحبت کردیم خیلی از جشن‌های ما مخصوصا همین سلسله جشن‌های چهارگانه ما همشون قبل از همه جنبه هویتی دارن چون که همین جشن‌ها شکل میتین هویت بله همین گفتیم هویت شکل یعنی اگر در شرایط امروزی که استاد ما قرار داریم اینقدر تهدیدها بله تهدیدی تشنج خرافات زدگی خرافات شوی خرافات زدگی این مثلا جهالت پسندی که هست این ناآگاهیایی که بر اثر نادانی ها و ناخواندگی ها به وجود آمدن در همین شرایط که از بیرون هم تهدیدهای مثلا اون دعویگران سرزمینی ما هستن که تصاحب میکنن زمینی ما را زبانی ما را فرهنگی ما را تاریخی ما را هویتی ما را دعوا دارن آیا همین جشن صده در پهلوی جشن نوروز و مهرگان و تیرگان یلدا اینا میتواند که همین یک حریم دفاعی ما باشد یکی از وسیله های دفاعی است یکی از وسیله های است برای دفاع از گویا که خدمت و هویت ملی ما چرا ببینید درست فرمودید که امروز اقوام زیادی بلند شدن و برای خودشون تاریخ و تمدن میسازن تاریخ میسازن و گویا که سابقه تمدنی که هر چی دارن از ما گرفتن هر چی دارن و همین نوروز حضور خیلی واژه خیلی معروف است به نام حوزه تمدن نوروز نه حوزه تمدن تاجیک است این از طریق نوروز از طریق صده از طریق جشن تیرگان و مهرگان و شب یلدا جشن یلدا تاجیکان تاثیر رسوندن به اون اقوام خشینی که از صحرا اومده بودن و از فرهنگ خیلی بیگانه بودن از این تاریخ نیز ببینید با همین نام با نام نوروز جشن ما را گویا که از خود کردن بگذار از خود کنند لیکن باید خودش ثابت میکند که جشن که از ماست و گویا که این پدیده خیلی درخشان زندگی انسان که از ما اخذ کردن یعنی گرفتن دیگر حاجت نیست که ما بگیم که چرا شیخ الرئیس ابو علی سینا رو مال خود میدونن و بیرونی رو که خودشون میگن که ما تاجیکیمونو خودش و همه سلسله جشن ها یکی گفتیم درست فرمودید که هویت سازن درست فرمودید که نه تنها هویت سازن بلکه یک وسیله هستند در راه حفظ فرهنگ ما از تعرض بیگانگان و دیگر اینکه خیلی تدبیری بجای است که مرکز بین المللی نوروز تأسیس می یابد اکنون در همین چهارچوب مرکز بین المللی نوروز
چنان برنامه ریزی باید کرد که یلدا و صده و تیرگان و مهرگان و این جشنهای دیگری اقوام ایرانی تبار نیست گنجایش یابند و با نام مرکز جهانی نوروز گویا که با همین نام گویا که یک مرکزی تأسیس دهیم با اندیشیدن تدبیرهای خیلی سودمند و مناسب و موافق که اونها گویا که در برگیرنده تمام ارزش‌های ما از لحاظ جشنی باشند. جشن‌هایی که نام بردیم اونها نیز در همین جا در همین تأسیسات تمرکز پیدا کنند. تدبیر خیلی سری وقتی است و یکی از وسیله‌های دفاع هویت قومی ما و یکی از وسیله‌ها برای نشان دادن اون است که ماییم که در حوزه تمدن نوروزی به شما تأثیر خیلی سازگار فرهنگی رسانیدیم. تشکر زیاد استاد. ما حتما سری موضوعهای جشنهای ملی و آیین‌ها و سنت‌های ملی که توانستند طول هزار سالها و چند هزار سالها ملت ما را مسئولیت بخشند، ایمونیتت بخشند، مقاوم سازند، مبارز سازند و مبارز سازند و مخصوصا در شرایط امروزی که قرار داریم یک قبط دفاعی ما شدند، یک کوه دفاعی ما شدند. حتما صحبت‌های می آوریم و چون در روزهای جشن صدق قرار داریم مردم شریفی تاجیکستان و مردم حوزه تمدنی صدر را چیزی خیلی مهمه باید اضافه کنم که بعضی افرادی که از دین آگاهی خوب ندارن گویا که یک کمی وارد شدن به تعالیم دینی و خیلی سطحی از مسائل دینی آگاهن نوروز میگونن که مال گبراست. برادرها مال گبرا نیست، مال اجداد ما و شماست. حالت من زمانی بود که اعراب نیز در زمان خلفای عباسی سراسر جهان اسلام جشنهای ما را تجلیل میکرد. سراسر جهان اسلام. امروز دو سه بیسواد خرافاتی پیدا شدن که این جشنهای ما را مال بیگانگان میدانند، مال گبران، در صورتی که گبران نیز اجداد ما هستند. آخر احترام به اجداد یکی از خصوصیت‌های انسانی است. بله این جزئی همون پروژه‌ای هست که دشمنان انطلاقی وجودی ما راه طریق همین فرزندای خودمون به مقابل ما هجوم میکنن. ناخلف و بیسواد و ناآگاه و همین تدبیرهایی که اقداماتی که رهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان سرور دولت اندیشیدن مخصوصا همین در راستای نوروز و تأسیس دو مرکزی مهم که با مرکزهای برنامه‌ای بله تمدن مرکزی کانونی تمدنی آریایی و مرکزی بین‌المللی نوروز، این دو مرکز میتوانند همون کمبودی یا شکافایی که در مثلا جنبه هویتی ما داشتن اون را حتما اون خلا را پر میکنن و نسل ما نسل نورسی ما که همیشه نسل نورس جوان مورد هدف قرار میگیرن اونا به این مرکزها کشیده میشوند و این جشنهای ما میتوانند که همگیر باشند. مثل اینکه میگفتن که مردم از هر ملت و آتش کده گردی هم جمع آورد جشن صده از فرصت مناسب استفاده برای تمامی مردم شریف تاجیکستان و در سیمای مردم شریف تاجیکستان مردم کلی حوزه تمدنی ما رو و جهان رو با این جشن بزرگ باستانی ملی تبریک و تهنیت میگوییم و آرزو میکنیم که با همین جشن‌ها ما بار دیگر خودمان را سازیم و به طوری باید شاید تمدن خودمان را، فرهنگ خودمان را، هویت خودمان را، ملیت خودمان را به منطقه و جهان درست واشناسانیم. تشکر زیاد استاد. سلامت باشید. دعوت ما رو پذیرفتید. یک صحبت خوب و مفیدی هم انجام دادید. باور دارم که بینندگان چیزهای زیادی برای خود گرفتن و برای اندیشه مواد خوبی هم گرفتن و حتما سر کار بشوند. از دایره چی بیرون باشد تاجیک بودن افتخار بزرگ است. خیلی افتخار بزرگی است، ولی نه تنها افتخار بلکه مسئولیت نیست. مسئولیت رو امروز چگونه باید شناخت؟ از طریق تجلیل، از طریق احیای جشن‌های ملی و از طریق احیای سنت‌های علمی اجدادانمان ما امروز موظف هستیم که در جهان معاصر که تکنولوژی نوین خیلی با سرعت در حال پیشرفت است، از اقوام دیگر، از اقوام مجاور که از ما علم آموختن عقب نمونیم و امروز نیز ثابت سازیم که تاجیک مثل هزار سالها قبل هنوز
روشنگر ظلمات انسانیت است. تشکر جزیل. حتما این پیام شما با نسل نورس جوانی ما میرسد و نسل نورس جوانی ما همچون آینده سازان این ملت و این دولت و این فرهنگ حتما پی کار میشوند، دست به کار میشوند و میکوشند که ارزش های ما را، مخصوصا ارزش های سنتی ما را، آیین های سنتی ما را، مراسمات قدیمه ما را در مثال سده و نوروز و تیرگان و مهرگان و یلدا زنده میکنند و به آیندگان صحت سلامت میرسانند. بار دیگر جشن سده مبارک باشد. پایان برنامه ما هست. روزگار خوش و بردوام و ایام بکام.